آقا سلام، چه خبر؟ اومدیم با قسمت سوم سری هاردکورمون. اوکی آقا، همون جوری که دیدید همه تو سری هاردکورشون یه توتمی دارن. ما هم باید داشته باشیم دیگه بالاخره. و از شانس خوبمونم که تو قسمت اولم یه دونه چیزم بود، شد یه دونه پلیجرت پوستم بود پیدا کردیم و قراره بریم یه نمونه رو بکشیم بخوریم، بیایم سر فارم ویلیجر بریدرمون و این رید شروع کنیم. برو بریم. خب آقا، من یه چیز جدید کشف کردم. البته جدید نبود ولی جدید فهمیدم. این که پلیجرت پوست همینجاست، پشت خونم بود. کلی دور زدم، رفتم فارم آهن، اومدم پلیجرت پوست. این آها یا امروز وای ریدم، این گوسفنده سیاه بود، خاکستری بود. فکر کردم پلیجر، ترسیدم. بریم یکیشونو بکشیم، به پوشینو بهمون بده. حاجی هم حرام ریخته، یه دونه همینجا بود، بعد من یک دادش عالیه که یه دونه هم اونجاست. ولی خب نیازی دیگه نداریم دیگه، نه؟ اسبم کجاست؟ what the fuck؟ اسبم کو؟ خب اسبمون هم ما پیدا کردیم و یه دونه دیگه شون داره به ما حمله میکنه، ولی خب ما اهمیتی بهشون نمیدیم، ما میریم ریدو شروع میکنیم. البته قبلش باید بریم روی این در ویلیجر رو بمونم که هیچ کدومش نیش آسیبی نداره. برو بریم. خب روزمون رسید، برو بریم. این و اینم هست. برو بریم. یو خب آقا، بریم که رید داره شروع میشه. یا اول فاز از کجا اسپام میشن؟ اوکی لیتس گو. آقا ما مردیم توی این رید و اینم میذارم که مردیم، نمیگم واسه کانتنت دیگه. اسمش هنوز انتخاب نشده، این مورد تمام شد دیگه. اوکی آقا، زیادم تلاش نکردیم برای این مورد. اوکی